تا حالا با خودت فکر کردی چرا بعضی آدم‌ها خیلی سریعتر از بقیه به هدفشون میرسن؟ چرا یکی همسن و سال ماست ولی انقدر جلوتره؟ هم تو کارش، هم تو زندگیش. خب، راز کارشون فقط تو کارهایی نیست که انجام میدن، بلکه خیلی وقتا تو چیزاییه که هیچ وقت انجام نمیدن. امروز میخوام با هم 3 عادتی رو مرور کنیم که آدم‌های موفق هیچ وقت سراغشون نمیرن. و باور کن اگه همین 3 تا رو از زندگیت حذف کنی، نصف راه موفقیت رو رفتی. آدمای موفق هیچ وقت خودشون رو با بقیه مقایسه نمی‌کنن. بذار رک بگم، مقایسه کردن یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای نابود کردن انگیزه است. وقتی مدام خودتو با بقیه میسنجی، یا به این نتیجه میرسی که از بقیه عقب موندی، یا اینکه زیادی از خودت مغرور میشی. هر دو حالت بده. آدمای موفق اینو خوب میدونن، برای همین تمرکزشون فقط روی پیشرفت خودشونه. یه مثال ساده بزنم. فرض کن 2 نفر دارن میدوون. یکی 5 کیلومتر تو 30 دقیقه میدوه، یکی دیگه تو 20 دقیقه. خب، اگه نفر اول مدام به نفر دوم نگاه کنه فقط ناامید میشه، ولی اگه به رکورد دیروز خودش نگاه کنه و ببینه امروز حتی 1 دقیقه سریعتر دویده، اون لحظه واقعاً برنده است. آدم موفق اینجوری فکر میکنه: من امروز از دیروز خودم بهترم، همین کافیه. آدمای موفق هیچ وقت منتظر شرایط ایدئال نمیمونن. بذار یه چیزی بگم، هیچ وقت هیچ شرایطی کامل و بی‌نقص نمیشه. اگه منتظر بمونی همه چی درست بشه، هیچ وقت شروع نمی کنی. خیلیا میگن بذار پول جمع کنم بعد شروع کنم، بذار شرایط خونوادم درست بشه، بذار سال جدید بشه. اینا همه بهونه است. آدمای موفق اینو خوب میفهمن. اونا شروع میکنن با همینی که دارن. شاید امکانات کامل نداشته باشن، شاید اطرافیان حمایتشون نکنن، ولی دست به کار میشن. یه مثال بزنم. خیلی از یوتیوبرهای بزرگ اولین ویدیوشون با یه دوربین خیلی ساده یا حتی با موبایل ضبط شده. اونا صبر نکردن که یه استدیو بگیرن یا بهترین تجهیزات دنیا داشته باشن. شروع کردن، اشتباه کردن، بهتر شدن و کم کم رشد کردن. یادت باشه، شروع نصف راهه. آدم‌های موفق هیچ وقت از اشتباه کردن نمی‌ترسن. خیلی از ماها یه جایی گیر می‌کنیم چون می‌ترسیم خراب کنیم. ولی واقعیت اینه، هر موفقیتی پشت 1000 تا شکست قایم شده. آدم‌های موفق می‌دونن شکست فقط یه قدم به جلوه، نه یه فاجعه. بذار یه تصویر ساده بگم. یادت وقتی بچه بودیم راه رفتن یاد می‌گرفتیم، چند بار زمین خوردیم؟ 100 بار، 1000 بار. ولی هیچ وقت با خودمون نگفتیم نه دیگه من بلد نیستم، ولش کن. بلند شدیم، دوباره امتحان کردیم و بالاخره یاد گرفتیم. حالا چرا وقتی بزرگ میشیم از زمین خوردن میترسیم؟ آدم‌های موفق این ترس رو ندارن. هر بار شکست میخورن، یه درس میگیرن و محکمتر ادامه میدن. این دقیقاً همون چیزیه که بقیه رو متوقف میکنه ولی اونا رو جلو میبره. خب، بذار خلاصه کنیم. 3 عادتی که آدم‌های موفق هیچ وقت انجام نمیدن ایناست: خودشونو با بقیه مقایسه نمیکنن، منتظر شرایط ایدئال نمیمونن و از اشتباه کردن نمیترسن. راز موفقیت همیشه تو کارهای خیلی پیچیده نیست. خیلی وقتا همینه: حذف چند عادت مخرب که به ظاهر کوچیکن ولی در طول زمان زندگیتو میسازن یا خراب میکنن. پس بیا از همین امروز یکی از این 3 تا رو تو زندگی خودت بررسی کن. ببین کجا داری خودتو مقایسه میکنی، کجا داری صبر میکنی، یا کجا داری از ترس اشتباه کردن عقب میکشی. همین آگاهی میتونه نقطه شروع تغییر باشه. یادت باشه، موفقیت برای آدمای خاص یا خوششانس نیست، برای کساییه که تصمیم میگیرن یه جور دیگه زندگی کنن. پس انتخاب با توئه.